در این آیات قرآن الله متعال در سوره آل عمران چی را بیان میکنه؟ امو بدی ها و زشتی ها و اعتقادات باطل غلط نصرانی ها را بیان میکنه که حال که میگه ما کریستیان هستیم. این وقت نجان پیش رسول الله آمدن و مشکلاتی که داشتن باز آیات قرآن میامد و امو اعتقاداتشان رد میکرد، شبهاتشان. دیگه در سوره بقره زیادتر بیان توحید بود، متوجه هستین؟ در سوره آل عمران زیادتر رد شبهات است، در اونجا زیاد توحید بیان میشد، دلایل توحید بیان شد. در اینجا زیادتر امو شبهاتی که اینا ایجاد میکنن، در وحدانیت الله شبهه ایجاد میکنن، در صفات الله شبهه ایجاد میکنن، در عبادت الله، این شبهات الله متعال در این سوره آل عمران چی میکنن؟ این شبهات از بین میبرن. مشکل دیگه موضوعی که است بر ما و شما بیان میکنه که همون مشکلات اعتقادی که یهود داشتن برشان مشکلات اعتقادیشان بیان شد که شما باید عقیده‌تان در توحید جور کنین، عقیده‌تان در رسالت پیغمبرها جور کنین، عقیده‌تان در ایمان آخرت جور کنین، در انفاق فی سبیل الله. در این صورت هم به اشکال مختلف همین چیزا برای نصرانی ها هم گفته میشه. یعنی همین قسم که ما و شما عیب های یهود فهمیدیم، عیب ها و اشتباهات و غلطی های نصرانی ها و اصلاح از اونها و رد شبهاتشان در اینجا بیان میشه. در سوره بقره بعضی از مسائل اجمالی ذکر شد، اما در این سوره که است باز همین مسائل تفصیلی بیان میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه قرآن تفسیر میکنه، بعضی آیات قرآن دیگه آیات قرآن تفسیر میکنه. در یک جای یک حکم اجمالی بیان میشه، در جای دیگه باز الله او را چی میکنه؟ مفصل تفصیلش بیان میکنه. در اونجا عذاب دوزخ بیان شد، در این سوره انواع دوزخی ها بیان میشه. اونجا گفت که بترسین از دوزخی که وقودها الناس والحجاره. در اینجا باز میگه که کدام مردما دوزخی هستن با کدام شرایط. در سوره بقره گفت که آنان کفر کردن. در این سوره باز میگه که اینا اختلاف کردن، که اختلاف از اینا با پیغمبر، اختلافشان با احکام دین، به تفاوتی در مقابل احکام دین سبب کفر از اینا شد. یعنی بدعت ها را مرتکب شدن. امی اختلافی که کردن، حال مثلا از وقت ما شما یک مشکل داشته باشیم، چه وقت مشکل ما حل میشه؟ که اگر بگیم بیاین قرآن و سنت بار، هر چی که قرآن و سنت گفت، الله هر چی گفت، رسولش گفت، تسلیم شیم. اگه که خیستیم گفتیم نه ما از سخنان فیلسوفا میگیرم و عقل مست و فلان است فلان است، این سبب گمراهی میشه. در سوره بقره ملت ابراهیم علیه السلام بیان شد که بهترین ملت ابراهیم علیه السلام است. و در سوره بعدی که در اینجا چی بیان میشه؟ آل ابراهیم بیان میشه که اولادهای ابراهیم علیه السلام چقدر پیرو ملت ابراهیم علیه السلام بودن و یا نبودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. حروف مقطعات است، الله اعلم بمراده، الله متعال مراد از را خوبتر میفهمه. اول قرآن که از آغاز سوره به چی میشه؟ به توحید الله میشه، توحید الوهیت الله. توحید سه قسم است. حالا شما کمک پیشرفته شدین، ما اول گفتیم که 5 بخش داره: ذات، صفات، افعال، عبادت و اطاعت. علمای اسلام بازی رو گفتن که اصلا توحید کلش به 3 بخش تقسیم کرده: توحید ربوبیت که توحید افعال الله هست، توحید الوهیت که 2 بخش داره، توحید عبادت و اطاعت است، این به نام الوهیت میگن. کسی که قرآن میخونه باید به اصطلاحات اعتقادی ایمانی باید بلد شویم. وقتی شما را کس پرسان میکنه که ترجمه قرآن خواندین؟ بله خواندیم. توحید ربوبیت چیست؟ شما میگین توحید افراد الله فی افعاله، یگانگی الله در افعالش است. یعنی الله، ما قرآن خواندیم، چی فهمیدی؟ فهمیدیم که الله فقط خلق کننده هست، کسی دیگه خلق کننده نیست. مرا بچه میته، دختر میته، خودم خلق کرده، مادر و پدرم خلق کرده، الله خلق کرده. پیش مخلوق نمیگم که او مخلوق بر ما بچه بده یا دختر بده. برای یکی بچه میته، برای یکی دختر میته، برای یکی هر دویش میته، برای یکی هیچ کدامش نمیته. پس این توحید، این توحید چی میگه؟ ربوبیت. یعنی از کلمه رب العالمین گرفته شده است، رب.
پس توحید ربوبیت توحید افعال الله است. خلق کردن، روزی دادن مخصوص الله است، شفا دادن یعنی یگانگی الله در خلق کردن. الله یگانه هست در خلق کردن خود، الله یگانه هست در رزق دادن خود، الله یگانه هست در شفا دادن خود، الله یگانه هست در رزق دادن خود، الله یگانه هست در خلق زنده کردن خود، الله یگانه هست در میراندن خود. کل از یک است افراد الله فی افعاله. توحید الوهیت چی است؟ توحید الوهیت افراد الله، یگانگی الله هست در دو چیز. او دو چیز است، یکیش عبادت است. افراد الله بالعباده اینم توحید الوهیت میگن یک قسمش. افراد الله بالاطاعه در اطاعت از شریعت الله است. پس عالمه که قرآن خواندیم فقط الله را عبادت میکنم. یگانگی الله در چی است؟ یگانه الله در سجده کردن، پس من سجده را فقط به الله میکنم. یگانه هست در رکوع کردن، من فقط به الله رکوع میکنم. یگانه هست در نظر، یا فقط به نام الله نظر میگیرم. یگانه هست در تقدیم ذبایح، پس من حیوان یا پرنده را فقط به نام الله ذبح میکنم. کل عبادت های من، هر چیزی که عبادت سر خاص برای کی میکنم؟ برای الله میکنم. این توحید الله، افراد الله بالعباده، یگانگی الله در چی است؟ در عبادت. توحید اطاعت چی هست؟ توحید اطاعت افراد الله بالاطاعت عن الشریعه، که تو الله را اطاعت بکنی فقط در شریعتش. یعنی ما چی میکنم؟ فقط از شریعت الله را تطبیق میکنم، نظام الله را تطبیق میکنم، حکومت الهی را تطبیق میکنم. دیگر نظام ها را، افکار و اندیشه ها را و قوانین دیگر را قبول نمیکنم. پس من با الله نه امریکا را شریک میکنم، نه قانون امریکا را قبول دارم، نه قانون فرانسه را، نه قانون دموکراسی را، نه سوسیالیستی را، نه کمونیستی را، نه لیبرالیستی را، نه دموکرات شرقی را، نه دموکراسی غربی را، هیچ کدام از اینا را ما قبول نمیکنم. و نه سکولاریسم و نه اعتقادات، نه قوم پرستی را، نه زبان پرستی را. اینجا باز توحید الله میشه در چی؟ در اطاعت از شریعت الله، که فقط شریعت الله را قبول کنی و دیگه قوانین چی کنی؟ کلشان رد بکنیم. قسم سوم باز توحید اسماء و صفات است. باز قسم سوم توحید نام ها و صفات الله است. الله متعال نام های داره، صفاتی داره که صفات الله به چند شکل آمده. گاهی به شکل اسم آمده که اسماء و صفات میگن، الحی، القیوم، القدیر، الغفور، العلیم که ما و شما خوانیم. بعضی صفات الله هست که به شکل یک جمله آمده است، جمله اسمیه و یا جمله فعلیه، که یا باز در صفات الله متعال همینجا آمده میرن. انال قرآن عظیم شان کلش در توحید است. یا توحید ربوبیت بیان میکنه، یا توحید الوهیت بیان میکنه، یا توحید اسماء و صفات بیان میکنه، یا مقتضیات توحیده که وقتی تو موحد است از تو چی تقاضا میکنه؟ که ولا با الله داشته باشی، براءت از دشمنای الله داشته باشی، موالات، متوجه هستین، و معادات، دوستای الله باشی و دشمنای الله باشی. این باز تقاضاهای توحید است. نتیجه توحید بیان میکنه که این انسان که موحد است چی نتایج در دنیا میگیره و چی نتایج در آخرت میگیره. این انسانی که ضد توحید است چی نتایج زشت در دنیا میگیره و چی نتایج زشت در آخرت میگیره. همچنان قصه های در قرآن، قصه نیست، در قرآن حادثات واقعی است که قبلا تیر شده. او واقعات حقیقی و حادثات حقیقی که مربوط موحدین بود و او قصه ها و حادثاتی که مربوط مشرکین و منافقین و مرتدین و گمراه ها بود. کل از این قرآن عظیم شان بیان میکنه. هدف کل از چی هست؟ به خاطر از اینکه کل ما و شما بریم بگویم که لا اله الا الله، وحدانیت الله را چی کنیم؟ در قلب ما جای بگیره. بعد از ختم ترجمه قرآن یک موحد راستی واقعی باشیم و مستحق امی در صف پیغمبرها قرار بگیریم. اینی هست. آل الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیت اول سوره آل عمران. الف لام میم. باید قرآن وقت بتین در اینجا قرآن درست بخوانین. اینجا الف لام میم. الله متعال در مقابل الف 10 اجر میده، در مقابل لام 10 اجر و در مقابل میم 10 اجر میده. برای کی؟ برای بنده موحدی که قرآن میخوانه و قرآن میفهمه و میخوانه مطابق قرآن و سنت زندگی بکنه. چی قسمی را ترجمه میکنین؟ تمام مفسرین اسلام میگن که الله اعلم بمراده. حروف مقطعات است. الله مراد از این میفهمه. چرا تو به خاطر معاجز هستم. چیزی که الله برام علم داده او را میفهمم، چیزی که الله برام نگفته نمیفهمم و تسلیم به او هستم. آل الله متعال خود معرفی میکنه.
او مردم خدا نگوین، خدای نگوین، سختن نگوین، گات نگوین، دانتان جور کنین، نام پدرت چه خوبش میگین، نام کاکایت چه خوبش میگین، نام خودت که تخلص چه خوبش میگین. نام الله را درست یاد بگی. بگو الله الله، خوبم تو پر بگوین. یگان تا میگه الا که بگویی در زبان عربی الا آگاه باشین. نام الله آگاه باشین نیست. فهمیدی یا نه؟ الله کسی، الله متعال میگه که الله او خالقی که خلق کننده هست. شما او را به ربوبیتش و به الوهیتش و با اسما و صفاتش میشناسین. الله چگونه ذات است؟ میگه لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا مگر هو، اونمو الله که الله هست، که مستحق است. دیگه مستحق نیست، پیغمبر مستحق نیست، ملائکه مستحق نیست، ولی اولیاء الله مستحق عبادت نیستن، و بنده هستن و دوستای الله هستن، بنده های الله هستن، اما اونا مستحق عبادت نیستن. و همچنان هیچ کس نیست که شریعت و قانونش تطبیق شود. پیغمبرها قانون نمی ساختن، شریعت نمی ساختن، اونا مبلغ شریعت الله بود. الله برش میگه که یا ایها النبی، ای محمد صلی الله علیه و سلم، انا احللنا لك ازواجک، امی همسران تا ما برات حلال ساختیم، تو خودت حلال کرده نمیتونی، این کار بکن، این کار نکن، این کار تبلیغ کن، این کار تبلیغ نکن. پس الله که است لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق شود الا مگر هو، بغیر از الله. هو هم نام الله نیست، ضمیر است. هو الله متعال در جایی که مسئله عقیده است ضمیر مفرد برای خود بیان کرده، هو ضمیر مفرد. باز جایی که عظمت خدا میگه ضمیر چی استعمال میکنه؟ ضمیر تعظیم. باز میگه اینا، اینجا مسئله چی است؟ توحید است. پس هو نام الله نیست. یگانه که میگه که هو یا هو یا هو چی یاهو؟ از اینترنت یاد گرفتی یاهو را؟ یاهو خود نام الله نیست. یا الله بگو، سبحان الله بگو، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اکبر. الله سبحانه و تعالی خالق آسمان ها و زمین که است، لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانونش طاعت شود. هیچ ملائکه، هیچ پیغمبر، هیچ ولی، هیچ نبی، هیچ انسان، هیچ جن، هیچ کسی این صلاحیت نداره الا مگر او ذاتی که هو الحی القیوم، او ذاتی که الحی زنده حقیقی است که خواب رو نمیگیره، مقدمات خواب رو نمیگیره. القیوم او ذاتی که چی میکنه؟ تصرف کننده در جهان هستی هست. کل جهان او مالک متصرفش است، کلگی بر از او محتاج است و او به هیچ کسی نیازی نداره. اینه ای هست الله. پس در اینجا سه توحید الوهیت بیان کرد با لا اله و توحید اسما و صفات. سه نام از نامهای خدا گفت، الله، الحی، القیوم. ببینید کل قرآن در چی است؟ در توحید است. یا اینال الله متعال چی میگه؟ نزل علیک، ای پیغمبر، خطاب میکنن به پیغمبر، خطاب میکنه که ای محمد صلی الله علیه و سلم، نزل علیک، نازل کرده بالای تو، الکتاب، کتاب را. این کتاب کلام الله هست. پیغمبر که است رسول الله هست. این سخن پیغمبر نیست، این سخن جبریل نیست. جبریل از الله بر جبریل گفت، جبریل آمد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نزل، نازل کرده علیک، بالای تو، از مقام عالی، از عرش خود، الکتاب، کتاب را، بالحق، به حق یعنی با توحید. در اینجا چی است؟ عقیده توحید است. مصدقاً که تصدیق کننده هستی قرآن عظیم شان، لما با آنچه که بین یدیه، در مقابل از او هست. یعنی دیگه کتابای آسمانی که او کتابها قبل از تحریف، که تحریف نشده است، پس این تایید میکنه اونو کلامی که غیر تحریف شده است. کلام هایی که تحریف شده او رو اصلاح میکنه، او رو رد میکنه، او رو نسخ میکنه، او رو میگه که فکرتان باشه که غلط کردن. مصدقاً تصدیق کننده است لما بین یدیه، آنچه در مقابل ازی هست، یعنی کتاب های آسمانی دیگر. و انزل، و همچنان الله متعال نازل کرده، التورات و الانجیل، تورات و انجیل هم الله نازل کرده. من قبل از قرآن. چرا نازل کرده بود؟ به خاطر هدایت. کتاب های آسمانی کتاب فلسفه نیست،
کتاب طب نیست، کتاب انجینیری نیست، کتاب تاریخ نیست. لکن این مسائل طبی و انجینیری و تاریخی و بعضی مسائل که ذکر میشه کلش به خاطر از این است که انسان ها هدایت شوند. مسائل طبی آمدهش کم کم به خاطر که دکتر طب متخصص هدایت شود. مسائل انجینیری آمده کم کم به خاطر که متخصص انجینیر فهمیده شود. مسائل فکری آمده برای چی؟ که انسان‌های با فکر چی. مسائل عقلی آمده چی؟ به خاطر که انسان‌های با عقل. مسائل محسوس آمده، بسیار مسائل آمده، قضایای ساینسی و طرح هم در قرآن بیان شده. لکن قرآن در مجموع کتاب چی هست؟ کتاب هدایت است که هر کسی هدایت شود. من قبل از این هدایت بودن للناس بر مردم و انزل و الله متعال نازل کرد چی را؟ الفرقان، قرآن عظیم شان. قرآن میگن به خاطر از اینکه قرائت میشه، تلاوت میشه. و قرآن عظیم شان یک نامش فرقان است به خاطر از اینکه فرق است بین حق و باطل. کسی حق و باطله، کسی توحید و شرک، حق و باطله، درست غلطه میفهمه که قرآن خوانده میشه. قرآن بیان میکنه این حق است، این باطل است، این درست است، این غلط است. ارزش ها را چه وقت درک میکنی که قرآن بخونی. آنچه که بی ارزش است چه وقت میفهمی که قرآن بخونی. بعد این بی ارزش است، این شرک است، این کفر است، این ارتداد است، این نفاق است. و نازل کرد الله متعال الفرقان، قرآن عظیم شانه که فرق کننده از بین حق و باطل. ان الذين یقینا کسانی که کفروا کافر شدن به آیات الله، به آیات الله. الله متعال میگه که ما بر شما حق و باطل نشان دادیم، فرق شد. باز اگر شما کافر میشین باز لهم برای زنا هست عذاب شدید بسیار سخت. والله الله متعال عزیز، یکی از اسماء و صفات الله که است که الله عزیز است، بسیار با عزت است و غالب است در ذات خود. ذو انتقام، بسیار انتقام گرنده هست. انتقام خود از دشمنای خود میگیره، کسایی که به ضد دین الله قرار میگیرن، مردم مانع میشن. ان الله یقینا که الله متعال لا یخفى علیه، مخفی نمیمانه بر وی، شیء هیچ چیز فی الارض در زمین ولا فی السماء و نه هم در آسمان. شما اگر فکر میکنین که چیز را الله نمیفهمه، نه، الله متعال هیچ چیز مخفی پیشش نمیمانه. یک مرچگک سیاه در سر یک سنگ سیاه در شب تاریک سیاه وقتی که حرکت میکنه، حرکت قدم های مرچه را الله متعال میفهمه. هر عملی که شما میکنه الله میفهمه. هیچ چیزی از پیش الله نمیمانه، نه در زمین و نه در آسمان. چرا؟ مالک ازی الله هست، متصرفش الله هست. چطور الله میفهمه؟ به خاطر ازی الله میفهمه که او الله هست که شما سعی کنین در مخلوقاتش فکر بکنین. در رحم یک طفل چه قسم مثلا کروموزوم های جنسی چه قسم انتقال پیدا میکنن به قدرت الله. کدامش XX است، کدامش XY است، چه قسم X با X یک جای میشه، چه قسم X با Y یک جای میشه، چه قسم باز نطفه تشکیل میشه، چه قسم علقه میشه، چه قسم باز به شکل مدغمه، چه قسم به شکل خون میشه، چه قسم باز بالاخره استخواناش، بالاخره پوستش، گوشتش، کل ازی. شما دیگه تصور بکنین باز میفهمید که الله متعال اونمو مراحل خلقت حفظ میکنه، کنترل میکنه، خلق کرده، خالقش است. در عصری که مردم ساینس هم نمیفهمیدن، تکنولوژی هم نمیفهمیدن، او وقت هم اینمی مراحل در بطن و در رحم این خانم صورت میگرفت. هو الذی، الله او ذاتی است. الله قدرت خدا نشان میده که اول هیچ چیز مخفی نمیمانه. چرا مخفی نمیمانه؟ به خاطر ازی که هو الذی او ذاتی است که یصورکم، شما را تصویر میکنه. تصویر شما را، چهره شما را، چه قسم بینیتان باشه، چه قسم دهانتان باشه، چه قسم چشمتان باشه. مادر پدرت بیچاره نمیفهمید تا زمان تولد. یک وقتی که تولد میشه باز میگه اوه نام خداش چککم سفیدک است، باز میگه نام خدا بچه هست، اون نام خدا بینیگک شتر است، اون فلانی تر است. این مادر پدرش چی رو میفهمه؟ الله هست که کل زیر در اونجا تصویر کرده. از این خاطر کسایی که زیاد تصویرگیری میکنن اشد عذاب بر زنا داده میشه. کسایی که زیاد عکس گرفته میره تق 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 تمام روز عکس گرفته میره. کوشش کنید که ناقی عکس نگیرید تا که ضرورت نداشته باشه. چرا مشابهت با یک فعل الله میشه. اشد عذاب برای مصورین است. چرا؟ مصور عکس گیرنده ایست برای شدت عذاب است، به خاطر از اینکه این میخواد که خودم مشابه با افعال الله بسازه. هو الذی، الله متعال او ذاتی است که یصورکم، یکی از صفاتش است، این به شکل جمله بیان شده که یصورکم تصویر میکند شما را فی الارحام، در رحم های مادرایتان، کیف هر گونه که یشاء بخواهد.
لا آل باز توحید الوهیت بیان میکنه که لا نیست و مردم اله هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا مگر هو الله متعال العزیز و توحید اسماء و صفات. العزیز و بسیار توانا است، الحکیم و بسیار با حکمت در افعالش. باز بیان میکنه الله متعال دلایل ربوبیت خدا. هو الذی او الله او ذات است که انزل نازل کرده بالای تو علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتاب ای قرآن عظیم الشان نازل کرده بالای تو، سنت ها را بر تو بیان کرده. منه در آیات قرآن چی است؟ آیات محکمات، بعضی از آیات است که محکم هستند. چی معنی محکم هستند؟ یعنی حکم از اونا واضح و روشن است، هر کس که رو بخونه میفهمه. هن ام الکتاب، اساس کتاب همی هست. و اخر متشابهات، و بعضی آیات دیگه که متشابه هست، مسائل است که مربوط به غیب است، او رو تو نمیفهمی، به او باید تسلیم شوی. ما رسول الله صلی میگه شما در مخلوقات الله فکر بکنین، در ذات الله فکر نکنین. چرا؟ ذات الله و صفات الله و افعال الله کلش مربوط به غیب میشه. حالا که تو از کیفیت و چگونگیش بحث میکنی، تو غیب نمیفهمی. چرا؟ بر محسوسات حس است، بر معقولات عقل است. حال بر مسائل غیبی چی است؟ وحی است. فقط به می وحی اکتفا کو، عقلت حاکم قرار نده، عقلت محکوم قرار بده. بگو چیزی که در قرآن و سنت آمده، آنچه که مربوط غیب است، ما او را باید تسلیم بوشم. و آخر متشابهات، بعض آیات دیگه متشابه هستند که اونجا مسائل بسیار غیبی هست که او را درک کرده نمیتونه انسان. فاما الذین، پس اما کسانی که فی قلوبهم در قلبشان زیغ گمراهی است، بازو پشت چی میگردن؟ فیتبعون، پس متابعت میکنن یا میگردن ما تشابه منه، امی پشت مسائل متشابه میگیرن. یک روز یک کس آمده من میگه امی استوای الله چه قسم است؟ امی دست الله چه قسم است؟ این صفات الله چطور است؟ فعلش چه قسم است؟ برای ما کیفیت بیان، چه قسم استوا کرد؟ چه قسم؟ گفتم ما برادر این مسائل غیب است، ما شما دارن تسلیم هستیم، اما قسمی که به ذات الله شایسته است. من نمیفهمم. وی تو چرا نمیفهمی؟ تو باید بفهمی، تو باید جرا بحث کنی. من گفتم همین نفهمیدن در علم غیب که تسلیم میشی، اینمی نصف علم است. نصف علم اینمی هست. علم برات میگه، قرآن برات میگه که در مسائل غیبی باید چی شو؟ تسلیم شو. امام مالک وقتی که گفتن استوا چی نظر داری؟ الله چه قسم بر عرش استوا کرد؟ گفت استوا معلوم است، کیفش مجهول است، کیفیتش ما نمیفهمیم چون مربوط به غیب است. ایمان به او واجب است و سوال کردن از او بدعت است. یعنی در این مسائل باید مداخله نکنی، در غیر از او در بدعت ها مبتلا میشه. صحابه این سوالا رو نمیکردن. چرا؟ میگفتن آنچه که به الله شایسته است به الله شایسته است، آنچه که ما میکنیم ما مخلوق هستیم، ما الله را با خود تشبیه نمیکنیم. اما الله متعال میگه کسایی که بازیا در قلبشون گمراهی است یا چی میکنن؟ زیاد پشت از این مسائل متشابهات میگردن، سر زیاد جر و بحث میکنن. چرا این بحث میکنن؟ دلیلشان چی است؟ هدفشان چی است؟ ابتغاء به معنای هدف است. الله متعال میگه ابتغاء الفتنه، به خاطر فتنه انگیزی و اختلاف انداختن و جنجال کردن است که باز بخیزه جار و جنجال بکنه و درس قطع بکنه و درس توحید و ایمان و تقوا و اخلاص این مجلس خراب کنه به مجلس های جار و جنجال و شیطانی. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و به هدف تعویل کردن عزیز که باز میگه ما میخوایم این قسم تعویل کنیم و این قسم بکنیم. و ما یعلم، الله متعال میگه و ما یعلم تعویله، میگه تعویل از این نمیفهمن الا الله، بغیر از اینکه الله میفهمه. خب کسایی که خوب راسخ هستن در علم خیونا چی کنن؟ میگه ور راسخون، و کسانی که راسخ هستن، پایدار هستن، دقیق هستن فی العلم، در علم چی کنن؟ یقولون، میگوین آمنا به، ما به ایمان آوردیم. ما در مسائل غیبی فقط ایمان آوردیم، نه تحریف میکنیم، نه تعویل میکنیم، نه تشبیه میکنیم، نه تعطیل میکنیم. نه میخیزیم میره تحویلات میکنیم که صفات الله است، نه تشبیهش میکنیم با مخلوقات، نه تعویلش میکنیم و نه هم تعطیلش میکنیم که نه نداره الله این صفت برش نمیگیم. چیزی که در قرآن ثابت است قبولش داریم، اما قسمی که شایسته دربار الله هست ما در سر از زیاد گپ نمیزنیم. اینا حالا میگه کسایی که راسخون در علم هستن، اینا میگن کل من عند ربنا، تمامش از جانب پروردگار ماست. و ما یذکر، میگه یاد نمیگیره، نمیفهمه کی الا اولو الالباب، مثلا فقط کسایی میفهمه که اونا قلب چی دارن؟ قلب سلیم دارن. این مردمایی که قلب سلیم داره یا چی میگن؟ یا جر و بحث زیاد میکنن، جنجال زیاد میکنن، زیاد کلامکاری و تکبر میکنن؟ نه،
استغفار میکنن، توبه میکنن، به بارگاه الله رجوع میکنن و میگن ربنا ای پروردگار ما لا تزغ قلوبنا، قلبهای ما را گمراه مگردان بعد از اینکه هدایتنا هدایت کردی ما را. یا الله این هدایت بزرگترین ثروت است، امیر بر ما دادی، ما را از این هدایت گمراه نکو. ربنا و هب لنا من لدنک، ای پروردگار بتی بر ما از جانب خودت هبه بکن. الله وهاب است. الله چی است؟ وهاب است، بسیار هبه کننده است. صحیح نه؟ حال دشمن اسلام کار کرده که بگی ما وهابی هستم، بازلتت میکنه. وهابی به این معنی که ما بنده وهاب هستیم، ما الهی هستیم، ما مثلا بنده رحمان هستیم، ما بنده رحیم هستیم. نه؟ این حال میگن ای پروردگار خودت بر ما هبه بده، بخشش بده، من لدن که از جانبت رحمت را، انک انت الوهاب. یا الله تو چی هستی؟ یکی از اسماء و صفات الله چی است؟ وهاب است که بسیار بخشش کننده است. برای ما این نعمت های خدا، نعمت هدایت، نعمت توحید، نعمت اخلاصی، کلش نعمت هاست که اگر الله بر یک بنده خاص خود بده. حالا انگلیس های قدر کار کردن که حتی بر یک نفر کلمه وهاب بر مردم چی ساخته؟ زشت ساخته. اگر میخوایم یک نفر بگی خوب آدم نیست، بگی اوه کتازی نشی، چرا بگی وهابی است؟ پرسانش کن تو چرا وهابی است؟ میگه الله الوهاب است، ما بنده الوهاب هستم. نمیگه نه کسی که وهابی شد، کسی که بنده الله شد، میگه کافر است. الله اعوذ بالله. احتیاط کنین، در بعضی گپ‌ها هست که بسیاری کسا که علم ندارن از پیششان خطا میخورن. ربنا ای پروردگار ما، دیگه انسان‌های متقی چه قسم دعا میکنن؟ میگه ربنا ای پروردگار ما انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، ای پروردگار ما تو جمع کننده مردم هستی لیوم، به روزی که لا ریب فیه، در اون روز هیچ شک نیست. یا الله روزی که هیچ دو شک نیست تو ما را جمع میکنی. ای پروردگار ان الله لا یخلف میعاد، یقینا که الله خلاف وعده خود نمیکنه. الله متعال میگه ان الذين، اما کسانی که کفروا، با وجود فهمیدن این حقیقت ها کافر میشن، لن تغنی عنهم اموالهم، هیچ فایده بر از اینا نمیرسانه مالهایشان، ولا اولادهم، و نه هم اولادهایشان، من الله، از الله متعال، شیئا، هیچ چیزی. این کافرها نه اولادهای خودشان به دردشان میخورن، حتی سعی تلاش میکنن که اولادهای مردمای با ایمان هم گمراه بکنن. حتی مردمای دیندار هم در شرایط بیدینی و گمراهی از است اولادهای خود به تشویش هستند که یا الله تو بالای ما رحمت بیار. بر از اینا فایده نمیکنه، حتی اولادهای دیگرها رو میخوان گمراه بکنن. کسای کافر شدن لن تغنی، فایده نمیکنن هم بر از ایشان اموالهم، مالهایشان، ولا اولادهم، و نه اولادایشان، من الله، از الله، شیئا چیزا، و اولئک، و همین مردم هم ایشان هستند وقود النار، هیزم و آتش جهنم. صفت از چی است؟ میگه شما سائل کنین عادت از این مردمای بیدین چی است؟ که دعب مانند عادت کی است؟ آل فرعون است، یا لشکریان فرعون، والذین من قبلهم، و کسانی که قبل از اینا بودن، کذبوا بآیاتنا، اینا تکذیب کردن. کذب خودش دروغ گفت، کذب تکذیب نمود دیگرا را. اینا کذبوا، اینا تکذیب کردن پیغمبرا را، کذبوا تکذیب نمودن به آیاتنا، به آیات و نشانه های قدرت ما. بازیا که تکذیب کردن جزایشان چی بود؟ میگه فاخذهم الله بذنوبهم، باز الله اینا را مؤاخذه کرد، اینا را گرفت الله در مقابل چی؟ بذنوبهم، به جرم گناهایشان. والله، و الله متعال، شدید العقاب، بسیار سخت عقوبت کننده هست. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا را پیغمبر که هست نذیر هست، هم بشیر است هم نذیر. بعضی مردمای بیدین چی میگه تنها خوبی ها را بگو، جنت برام بگو، از دوزخ گپ نزن. الله متعال بر پیغمبر میگه که نه، تو بشیر و نذیر هستی، هم بشارت بده هم بترسانشان. قل للذین، بگو برای کسانی که کفر و کافر شدن، ستغلبون، زود مغلوب میشین، و تحشرون، و شما حشر میشین، جمع میشین، الی جهنم، به آتش دوزخ، و بئس المهاد، و بسیار بد جای است امی دوزخ. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.